از نظر من این بحث یه یک بررسی مجدد نسبت به چپ ایران، تاریخ چپ ایران، نگاهی که از نظر خودم یک کمی متفاوت هست با بحثایی که تا الان کردیم. بحث تازه این به این معنا شاید نیست، ولی بیشتر قرار دادن چپ در متن جامعه و تاثیرات خود جامعه بر این چپ و به هر حال بعد اجتماعی قضیه اساسا مورد بحث هست، نه بعد نظری حتی سیاسی به اون معنا یا توریکش. برای این کار لازمه که این به عقب برگردیم. ابتدا وقتی که قبل از انقلاب مشروطیت مباحث سیاسی جدی برای تغییر جامعه شروع میشه، مشروطه خواهای اون دوره بخشیشون یا گرایشیشون از این مشروطه خواها به قول معروف اون دوره غربگرا بودن یا متجدد بودن و این تو کتاب ها و گفته ها و نوشته های طالبوف، میرزا آقاخان کرمانی و تعدادی از این دست خیلی خوب برجسته تر خودشون نشون میده. در متن انقلاب مشروطه یواش یواش با توجه به تأثیرات چپ در بعد جهانی و مشخصا در شمال ایران که کشورهای اون دوره تزاری بالاخره حضور دارن، تأثیرات خودشون میذارن و چپ در روسیه و مشخصا بلشویکا تأثیرات خودشو داره. در این مقطع هنوز جریانی به اسم چپ یا گرایشی به اسم چپ زیاد خودنمایی نمیکنه. حالا حتما افرادی بودن، انسانهایی بودن که تحت تأثیر قرار گرفتن و کارایی کردن، ولی در بعد اجتماعی هنوز دیده نمیشه. بیشتر اینجا جامعه ایران به یک جامعه‌ای که تازه وارد دنیای سیاست جدید که اون دوره به حال میشه گفت متجددین یا تحول خواهان که میخوان از اون فضای دوران قاجار و فضای دوران فئودالیته بیرون بیان و جامعه وارد فاز دیگه‌ای بکنن که تأثیراتی گرفتن از اروپا و از اولین نسل دانشجویانی که دوران نصرالدین شاه و پادشاهان بعدی قاجار بالاخره تونستن بیان اروپا، یک ایده های رو با خودشون بردن، همچنان که یک ادبیاتی با خودشون بردن، یک کلمات و اصطلاحاتی رو با خودشون بردن، وارد ادبیات ایران کردن. همه اینا تأثیر اجتماعی معینی میذاره که بخشیش طرفدار غرب میشن که به پرو غربی ها معروف میشن و اینجاست که ناسیونالیسم ایرانی به عنوان یک جنبش سیاسی و فکری معین پا به عرصه اجتماع و دخالتگری برای شکل دادن هم به افکار و هم به اقتصاد جامعه میکنه و این وارد شدن ناسیونالیسم ایرانی همزمان هست با وارد شدن کمونیسمش هم. یعنی این دو پدیده در واقع پدیده یعنی که همراه با رشد سرمایه‌داری به وجود اومدن یک طبقه تازه وارد دنیایی میشن که میخوان این تحولات رو در جامعه ایجاد کنن و چپ اینجا برای اولین بار عمدتاً تحت تأثیر فرهنگ غربی، تحت تأثیر سیاست در غرب، قوانین غرب و اونجوری که در ایران بعداً فرموله شد تحت عنوان غرب زدگی معروف میشه، یک بخش روشنفکری یا بخش پیشرو جامعه عمدتاً تحت تأثیر این که همچنان که میبینیم در انقلاب مشروطیت مثلا قانونی که پیشنهاد میشه به عنوان قانون اساسی یک کپی از قانون اساسی کشور نروژ، بلژیک و به این معنا عمدتاً روشنفکران اون دوره، تحصیل کردگان اون دوره کلمات و ادبیاتی رو با خودشون میارن. الان برای ما خیلی جا افتاده ظاهرا مثل
کلمه شوفاژ انگار مثلا فارسیه. تلویزیون یا مثلا خود اسم اتریش، فقط تو فرانسه این کلمات اینجوری به کار برده میشه و اینا تحت تاثیر تحصیل کرده های اون دوره است. این دوره چپ عمدتاً اینجوری وارد جامعه میشه که همراه با این بخش پیشرو به اصلاح تحت تاثیر غربه. منتها جدال سیستم ما قبل سرمایه با سیستم تازه‌ای که میخواد بالاخره به نسبت دوره تاریخی خودش پا به عرصه وجود بذاره و حاکمیت رو به دست بگیره و تحولات رو به اسم خودش تمام کنه و اونجوری که میخواد بازار رشد سرمایه و زمینه گسترش سرمایه رو ایجاد کنه، اینجا عمدتاً تحت تأثیر فضای اون دوره ناسیونالیسم ایرانی تلاش میکنه به شکل گرفتن. در کنار این اقشاری و افرادی و روشنفکرانی و کسایی که تحت تأثیر فضای غرب قرار گرفتن و چپگرایی رو به عنوان راه حل درست به کار میبرن، وارد اون میدان میشن که بعداً حزب کمونیست اول یا حزب کمونیست ایران در اون دوره که در دوران رضا شاه سرکوب لورده میشه و پایانش عملا اعلام میشه، اون حزب درست میشه و اون عناصر بیشتر تحت تاثیر فضای شوروی و فضای اون دوره روسیه قرار میگیرن. به این معنی این دوره هنوز چپ بیشتر با ناسیونالیسم آغشته است تا با اسلامیزم، چون اسلامیزم یک گرایش عقبگرا ارتجاعیه که بیشتر خواهان حفظ سیستم قاجار، پادشاهی به نوع قدیم، ملوک الطوایفی و سیستم ما قبل سرمایه است. جریانات اسلامی عمدتاً اینجوری به هر حال خودنمایی میکنن تا اینکه تحولات طوری پیش میره که رضا شاه مسلط میشه و سیستم رشد سرمایه رو یا حاکمیت سیاسی سرمایه رو اساساً با قهر در مقابل دو جبهه به کار میبره اون موقع دیگه، هم سیستم ما قبل سرمایه، سیستم خانخانی و ملوک الطوایفی ما قبل سرمایه، و هم تجدد خواهان و چپ ها و کسانی که تحت تاثیر فضای غرب هستن و عدالت خواهی معینی رو مورد نظرشون هست، اینا هم با هم سرکوب میشن. این سیستم دیکتاتوری دوران شاه که از یک طرف کمک میکنه دولت متمرکز به وجود بیاد، دولت یک دست به وجود بیاد، اسم ایران رو دوباره زنده میکنن، از افسانه های تاریخی و خیلی قدیم میگیرن، بالاخره دوباره میارن رو میز سازمان ملل میذارن. از یک طرف ناسیونالیسم شروع به رشد عظیمی میکنه از لحاظ ادبیات، شعر، فرهنگ، هنر، سیاست، خیلی وسیع. ناسیونالیسم چنان رشد میکنه که کل چپ اون دوره هم تحت تاثیرش قرار میگیره، ولی همزمان با سیستم اجرای سیستم سرکوب دوران رضا شاه، هم اسلامیایی که از نظام قدیم و خانخانی و ملوک الطوایفی و سهم ویژه خودشون دفاع میکردن و مخالف رشد سرمایه‌داری بودن مورد سرکوب قرار میگیرن، هم این چپا، و این باعث میشه که در یک پروسه زمانی تا مقطع جنگ جهانی دوم عملا نزدیکی بین جبهه چپا و جبهه اسلامیای مخالف شاه یا به قول اون دوره مخالف دیکتاتوری رضاخان به وجود میاد و اینا به هم نزدیکتر میشن. یعنی دو جبهه‌ای که سرکوب میشن هیچ منافع مشترکی هم ظاهرا ندارن، ولی چون از طرف یک حکومت مورد تعرض قرار میگیرن، اینا از پایین عملا به هم نزدیک میشن تا اینکه میرسیم به دورانی که حزب توده تشکیل میشه و بالاخره به ویژه بعداً در مقطع کودتای 1332 عملا بخش چپ، لیبرال جامعه، اسلامی های جامعه، همشون
مورد تعرض قرار میگیرن و ماشین سرکوب از یک طرف، ماشین رشد سرمایه از طرف دیگه و دیکتاتوری قهار و بدون ملاحظه خانواده پهلوی هم در دوران رضا شاه و هم بعداً کاری میکنه که اینها به هم نزدیکتر میشن، تا جایی که حتی میبینیم که از لحاظ ایدئولوژیک، از لحاظ سیاسی، حزب توده به نسبت چریک که بعداً از جبهه ملی و حزب توده جدا میشن و درست میشن، کمتر با اسلامی ها اون نزدیکی و امتزاجو داره. اونا بیشتر تاکتیکی سعی میکنن تحت تاثیر سیاست های اون دوره استالین یا سیاست های اون دوره بلوک شرق بهتره بگم قرار میگن و عموم خلقی خودشون رو تعریف میکنن، بیشتر سیاسیه. ولی از لحاظ ایدئولوژیک عملا میبینیم با نارضایتی که به نسبت جبهه ملی به وجود میاد و نسبت به حزب توده به وجود میاد و این تحول در چپ شروع میکنه به باز تولید یک سری سازمان، یک سری ایده، یک سری اهداف، هم تحت تاثیر این فضای داخلی و هم تحت تاثیر فضای جهانی. به این معنا این دو جبهه تجددخواه پروغرب و جبهه ملی شرقی فرهنگ خودی کاری میکنه که اونجاست که بورژوازی ملی به عنوان بخشی از انقلابیون یا مترقی به رسمیت شناخته میشن. تئوری هم براش درست میشه که میبینیم بعداً وقتی منصور حکمت این تزو نقد میکنه مورد استقبال بخش قابل توجه قرار میگیره، ولی مدتها در مقابلش مقاومت میشه. بعداً وقتی چریک درست میشه، در واقع چریک حاصل تلاش چپ ایران برای فراتر رفتن از حزب توده و جبهه ملی اون دوره که فکر میکنن اینا سازشکارن، فکر میکنن اینا راه حل ندارن، فکر میکنن که باید دیگه الان دیکتاتوری به مقطعی رسیده دست برد به اسلحه، ولی در عین حال اختلاف سیاسی با هم دارن و سازمان های جدایی هستن. بر بستر همون جنبش این اتفاق میفته، یعنی در داخل یک چارچوب معین بر یک بستر واحد اختلافاتی به وجود میاد بین اینا. همچنان که ما قبلا هم گفتیم مبارزه طبقاتی مستقیما اینطوری نیست که صاف و ساده سیاه و سفید طبقات در مقابل هم قرار میگن. طبقات مختلف جنبش های متفاوتی رو خلق میکنن تو دنیای واقعی و این جنبش ها هر کدوم سنت های متفاوتی خواهند داشت و در دل این سنت ها احزاب متعددی به وجود میان و این وقتی اینطوری نگاه کنی میبینید پروسه تاریخی اینطوریه که بستر واحد در ایران اون دوره نارضایتی علیه دیکتاتوری شاه، رشد سرمایه و نارضایتی بخش ارتجاعی که بیشترین اسلامی ها توش قرار میگیرن و یا بورژوازی کوچک توش قرار میگیره تحت عنوان بورژوازی ملی، اینا بیشتر توی جبهه قرار میگیرن و ناسیونالیسم بستر عمومیشه که رفرمیزم حزب توده تنها چیزیه که از بقیه جداش میکنه و در این حال نوعی تحت تأثیر فرهنگ غرب به دستاوردها، خواستها و مطالباتی که بالاخره مطرح میکنن برای حقوق شهروندی. منتها چریک بر همین بستر یک مطالبات دیگر رو مطرح میکنه که از لحاظ جنبشی و از لحاظ سنت سیاسی میبینی که جنبششون یکیه، منتها سنت سیاسیشون متفاوته. از لحاظ سیاسی تفاوتشون تو اینه بیشتر تا اینکه دو تا جنبش متفاوت باشن در مقابل هم قرار گرفته باشن، چون بخش عمده سازندگان یا تشکیل دهندگان سازمان چریک‌های فدای خلق اون دوره از جبهه ملی و حزب توده فاصله میگیرن. فاصله شون هم اینطوری نیست یک نقد طبقاتی سیاسی جنبشی بینا داشته باشن، بیشتر نقد سیاسی تاکتیک ها و یا سنت های مبارزاتیه.
بنابراین ولی بستر همون بستر واحده. بعد از مدتی که از عمر چریک میگذره و جنبش های چریکی جهانی به حال مثل اون داره ویتکونگا و نمیدونم کوبا و آمریکا لاتین یک کمی فروکش میکنه، موقعیت عوض میشه و هم تحت تاثیر دستاوردهای محدود داخل ایران دوباره نارضایتی از این سازمان و از این شیوه کار هم شروع میشه و سازمان های دیگه درست میشه، مثل قدم اولش راهکارگر که بیشتر تحت عنوان خط 2 شناخته میشد تو دوران انقلاب، ولی عمدتاً جریاناتی مثل پیکار، رزمندگان و یا تحولاتی تو خود مجاهدین، سازمان مجاهدین خلق، همه اینا تلاشی هست که چپ اون دوره ایران از وضع موجود ناراضیه، فکر میکنه این تئوری ها و نظریه ها جوابگو نیست و این شکل مبارزه جوابگو نیست و برای تحول، برای تغییر، برای بهتر کردن وضع جامعه از نظر خودش دست میبره به تشکیل سازمان های جدید، ایده های جدید، تاکتیک ها و سیاست های جدید. ولی وقتی که بازم نگاه میکنید به همین خط 3، بازم تو همون چارچوب، تو همون بستر و تو همون قالب، فقط با سنت های درجه متفاوت و با تاکتیک ها و سیاست های درجه متفاوت و الا از لحاظ جنبشی و طبقاتی هنوز در درون همون کمپ قرار میگیرن. به این معنا اون تز اولی که گفتم که در درون هر جنبشی سنت های متفاوت و در درون هر سنتی احزاب متفاوت شکل میگیرن، فقط اینطوری میشه توضیح داد که چطوری ممکنه چریک فدایی خلق اون دوره و حزب توده و نهضت جبهه ملی و راهکارگر و اینا رو همشو توی قالب ملی ناسیونالیستی و چپ سنتی بتونی قرار بدی یا بالاخره عمدتا ناسیونالیسم بستر عمومیشه. اون یکی تحت تاثیر استالینه، اون یکی تحت تاثیر مائوه، اون یکی تحت تاثیر نمیدونم انور خوجه است و بالاخره سنت های سیاسی محلی که یکی بیشتر تحت تاثیر جنبش مسلحانه‌ایه که سازمان چریکا و مجاهدین خلق پیروی میکنن ازش، یکی با فاصله گرفتن از اون راه و رسم سیاسی تشکیلاتی رو در پیش میگیره. منتها بستر بازم یکیه، جنبش بازم یکیه، از منفعت طبقاتی که نمایندگی میکنن بازم بنیادی تغییری نمیکنه. به این معناست که میبینی بعد از مدتها وقتی که اتفاقات سیاسی پیش میره، یک دفعه حزب توده و بخش عمده سازمان چریکا کنار هم قرار میگیرن و در کنار خمینی قرار میگیرن. در این مقطع قبل از انقلاب ایران، به ویژه در دهه 40 شمسی، بخش عمده سازمان‌های چپ، اپوزیسیون، مخفی کار و سیاسی تشکیلاتی، چریک، نزدیکی خاصی با جریانات اسلامی پیدا میکنن، چون جریانات اسلامی هم برخلاف حزب توده مثل این چریکا معتقدن باید مسلحانه و مبارزه چریکی رو دامن زد. همون بحث موتور کوچک و موتور بزرگ که بالاخره بحث همشون بوده، از این ور تئوریسینای خودشو میاره بالاخره باد میزنه، از اون ورم اسلامی هم همین کار خودشونو میکنن. منتها اینجاست که میبینی حتی تو زندان اینا خیلی جاها با همن، تو موضع‌گیری با همن. میبینی حتی بخشی از این چپ قبلا رفته وارد سازمان مجاهدین شده، بعدن با تکامل و تغییراتی که به وجود میاد و این چپ دنبال راه حل تازه است و فکر میکنه این جوابگو نیست، جدا میشه و از دل مجاهدین خلق پیکار در میاد، آرمان در میاد، نمیدونم حتی سازمانهای خرد و کوچک دیگه در میان. و به این معنا میبینی چپ ایران در تمام این پروسه، به ویژه بعد از کودتا، مشغول این هست دنبال راه حل باشه، راه حل تازه‌ای رو پیدا کنه. ولی هر بار که میره راه حل تازه‌ای، سنت تازه‌ای با یک درجه فاصله از ما قبل خودش،
بازم تو همون بستر، تو همون جنبش، با منفعت طبقاتی واحدی که با هم دارن، باز هم نمیتونه خودشو از این پوسته بیرون بیاره و این پوسته رو بشکنه. اتفاقی که میفته در تاریخ چپ ایران در دوران انقلاب 57، در دوران انقلاب 57 برای اولین بار گرایشی از چپ ایران این پوسته رو میشکنه و میاد بیرون. منتها نه به این عنوان تو داخل اون پوسته بوده، شانس آورده بالاخره این چپ با کمک تعداد معینی از آدمایی که مارکس رو خوندن، مطلعن، فضای دنیا رو میشناسن، اروپا رو دیدن، وقتی برمیگردن ایران و این ایده ها رو مطرح میکنن، بخش قابل توجهی از این چپ که از دوران بعد از کودتا و دورانی که حتی چریک درست شده، دورانی که پیکار و رزمندگان و بقیه گروه ها و سازمان ها درست شدن، حتی بعد از انقلاب 57 که تعداد وسیع گروه های چپ عروج کردن، به وجود اومدن، تشکیل شدن، دور هم قرار گرفتن، دنبال راه حل میگشتن. اینطوری نبود که منصور حکمت اومد و معجزه کرد و فقط با تئوری و قدرت تئوری تونست این چپ رو دور خودش جمع کنه. یه زمینه‌ای وجود داشت، یه جامعه‌ای بود دنبال راه حل میگشت. چپ‌ها بخش زیادی بودن اون دوره یا منفرد کار میکردن یا تو محافل جدا کار میکردن یا تو سازمان ها و گروه های کوچیک کار میکردن که این سیستم های موجود ما قبل خودشون مثل چریک و مجاهد و حزب توده و نهضت آزادی و جبهه ملی و غیر و ذالک دیگه قبول نداشتن. دنبال راه حل که وقتی راه حل خارج از این پوسته و خارج از اون بستر جنبشی و طبقاتی و سنت مبارزاتی اون دوره مطرح شد تحت عنوان مارکسیسم انقلابی که بعداً اسم گرفت، ولی عمدتاً تحت تأثیر بیان تفسیری و تحلیلی انقلاب و تحولات جامعه سرمایه‌داری، اینکه جامعه ایران سرمایه‌داریه، اینکه انقلاب رو باید ادامه داد، اینکه برجوازی لیبرال و ملی و وابسته و غیر و ذالک همشون بالاخره جز یک طبقه واحدن، همشون ارتجاعیان. وقتی این راه حل ها در مقابل جامعه همون بخش محدودی که بهش دسترسی در قرار میگیره، یک دفعه با استقبال وسیع روبرو میشه. اگر کسی رفته باشه مثلا همون منبعی که معرفی کرده بودم، تاریخ اتحاد مبارزان رو گوش کرده باشه، حمید تقوایی در خاطراتش میگه که وقتی میرفتی اونجا سخنرانی میکردم، تو دانشگاه مورد استقبال قرار میگرفتم، هیچی، یک دفعه بعد از مدت کوتاهی اصلا ما شدیم سازمانده، همون جلسات و بخش وسیعی از روشنفکرها، دانشجوها، کارگرها استقبال کردن و اومدن این ایده ها رو قاپیدن و بعدن تو قدم بعدی گروه ها، فراکسیون ها در سازمان های رسمی اون دوره شکل گرفتن تحت عنوان هواداران اتحاد مبارزان. میخوام بگم که این یک معجزه نبود، این یک فقط قدرت تئوری نبود، فقط قدرت تشخیص نبود که این نیروی وسیع و تحولخواه چپ رو به سمت اتحاد مبارزان کشوند. این فقط به این دلیل بود که زمینه اجتماعیش وجود داشت، این نارضایتی از چپ ما قبل وجود داشت، تلاش و تکاپو برای پیدا کردن راه حل و جواب درست وجود داشت. این جواب درست رو یکی اومد گذاشت رو میز و به خاطر همین بود که زود مورد استقبال قرار گرفت. کومله به عنوان یکی از سازمان‌های چپ ماویست اون دوره دنبال راه حل بود. خودش نه نشریه تئوریکی داشت، نه نشریه سیاسی داشت، نه بحث نظری داشت به اون معنا. بحثایی هم که داشت تازه خیلی محدود و واقعیت اینه که ما خودمون اونجا بودیم 2 نشریه داخلی منتشر شد که به اسم بحث نظری. الان که بخونی دست یک آدم یا بچه 3-4 کلاس سواد داشته باشه بدی بهش میخنده که چه معضلاتی معضل و مشکلشون بوده. میخوام بگم این چپ ولی دنبال راه حل بود
دنبال این بود که بالاخره جوابی به سوالات اون دوره داده بشه و این جواب قانع کننده باشه. و این جواب رو وقتی از طرف منصور حکمت و اتحاد مبارزان کمونیست شنیدن، کل این چپ تحت تاثیر قرار گرفت. یه تعدادشون مقاومت محکمی کردن و تلاش کردن که جدی نگیرن، هیچی تخت اش کنن. یه بخشیش هم اومد بهش پیوست تا اینکه بالاخره حزب کمونیست ایران درست